سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم خیلی سریع سرعتی بریم واسهتون یه ویدیو بذاریم. خواستم لایو بگیرم، گفتم ویدیوش بکنم چون الان بچه‌ها میبی خوابین، جستی نباشه. بیایید بدون معطلی برویم و اوه شیت، عرفان چای ریخته بود اینجا، چایش یه چوسه ریخت. فدای سرتون، بذارید چایشو فیکس کنه، الان میاد. خب بدون معطلی عرفان برمیگرده. بذارید اینم واسهتون درست کنه عرفان، با اینم سیوش میکنه. اوکی. اوکی بدون معطلی بریم ببینیم مراسم State of Play مال سونیه که گیم های خفنش رو میخواد معرفی کنه. قرار کلی گیم خفن اینجا معرفی بشه بچه‌ها. بدون معطلی بریم به دیدنش بپردازیم. Let's go. Oh, Wolverine. Let's go. آجی این گیم قراره یه گیم خیلی خفنی باشه. Redhead. Might be our only lead. Looks like she took off into the industrial park. گرافیکو ببین. All right, let's search the area. چایی بزنیم. Perimeter stable. Holding position. یو حاجی. Holy shit. موزیکو. پشمام. PS5 پروه ولی حاجی عجب کیفیتی داره. پشمام. مخفی کاری هم باید بکنید دیگه، تقریبا وولورینه دیگه، سوپرمن که نیست. حالا میره از پشت میزنه قاچه همونجا که خودتون میدونید. اوه آجی چه خفنه. اوه مای گاد، خونش هم پاشی رو زمین. سر عجب گیمی. حرکاتو ببین. اوه اینا رو گرفتن. یارو چی بود؟ فضایی بود؟ دماغ نداشت بچه، چیز سبز بی دماغی بود. بچه‌ها گیم پلی اینو بذارم واسهتون یا چی؟ بگید تو کامنت های همین چه گیم هایی از مراسم میخواید واسهتون بذارم، همش رو میذارم. یو گیمو ببین پسر. این نسخه از وولورین رو من زیاد نمیشناسم بچه‌ها، ولی میگن بهترین نسخه است ظاهرا. اوه آدم‌ها هم یه جورایی مثل سایبرن، یعنی وات اون چی بود دیگه؟ هولی این کیه؟ از برابچه دنیای ماروله. اینو بذارم اینجا رو زمین. خب یکی اومد کمکمون، نذاش اینا برن. پسر گیمو ببین. حالا با این دوتایی با هم دیگه. No way. پسر کمبد رو نگاه کن، اصلا ببین چی جوری دارن همون میزنن. اون بالا هم خطشه، فکر کنم اون خطه که پرشه بتونی فینیشر بزنی یا مثلا وارد یه حالت یه استیل مثلا وحشی بشه، بیشتر مثلا دمیج بزنه اینا، یه بافی بگیره و اینا. اون بالا جونمونه دست چپ. سر چه گیمی. اوکی شیلدی چجوری میزنه. هولی شیت. نه باری کلا اینا ها فینیشر، گفتم فینیشر میزنه. حالا شایدم روی این بزنه. چقدر خفنه.
What's that? یوتیوب اومد سراغمون. مرسی. اما عرفان اینا رو استاپ میکنه واسهتون. یه یوتیوب دیگه، بعد یوتیوب پرمیوم بخرم حالا بعدا انشالله. او رفتیم دنبال شما با تو. دیم. پشمام پسر. او اونا هم یه سری جهش یافتن رو داریم میریم دنبالشون. چقدر خفنه حاجی کمبتش. چیه رشونده؟ اوه مای گاد، به قول این خارجی ها پسر چه گیمی. اوه گندهشون اومد. اوه اوه این یارو قویه. اوه تقریبا کشتمون. جونمون خیلی کمه. اوه میگه که دیدی خونه استفاده کرد وحشی شد. هیل کرد خودشو یا نه؟ برگام اینا 100% واسهتون میذارم گیم پلیشو. 100%. اوه سر من موندم اصلا. چقدر خفنه. موهام چیز شد، چوسی نباشه سیخ شد موهام. موهای دستم. اوه اینا گفت منتظره یارو اون سرخه بودم. نمیدونم کیو میگه. اون سرخه منظورش کیه؟ خوب شد، هیل شد یارو. اوه اینا همونان که اوه گفت تو سوپر هیروی، گفت نه من وولورینم. هولی شیت. ابسولوت سینما. گیمو ببین. اوه مای گاد. واو. اه ددپوله. ددپول بود. شبیه ددپول بود. سگ تو روحه. سگ تو روحه. ببخشید بچه وسطش تبلیغا رو میبینیم دیگه چیکار کنیم. واو وولورین سپتامبر 2026. Wow, such a wow. We hope you enjoyed that new look at Marvel's Wolverine. آره حاجی. This is a single-player action-adventure game. کیف کردیم حاجی. عجب گیمی بارکلا. Send Logan on a perilous journey across the globe. این شبیه Where more than innocent mutant lives are at stake. میگه بعد جون اونایی که In this game, mutants live in hiding. میوتنت های بیگناه نجات بدیم این حرفا. While most of the world doesn't even know they exist. As you saw, you'll encounter iconic Marvel characters like Jean Grey, Mystique, and Sabretooth. کرکترهای مارول هم داره. We also showed you a glimpse of the brutal combat you'll experience in Marvel. آره حاجی خیلی خفن بود. برو ببینیم گیم بعدیتون چیه. اوکی گیم بعدی این چیزه مارول رایولزه یا نه؟ آها نه این گیم فایتینگ ماروله. بذار ببینیم این چی جوریه چطوریه. این هم یه گیم جدیده ظاهرا قرار بیاد یا اومده نمیدونم آپدیتشه. سبک فایتینگه مثل مورتال کمبت و ایناه. Actions are worth more than any word. And the greatest action is to fight. You have defeated so many. You've defeated whole worlds. But you've never fought Doom. Oh, Dr. Doom. Why you should need him. Think you're a genius, Doom? Your works are mere tricks. بابا بیخیال. Genius
is endless. And now my من خودم به شخص زیاد طرفدار این سبک از بازی‌ها نیستم ولی به نظرم خیلی جالبه. promises shall be. مگنیتو رو داره، کلا شخصیت‌های چیز دیگه، شخصیت‌های مارول ان دیگه. My dearest Aurora, you can come away. خوبه. برو ببینیم بعدیش چیه. اوکی اسپایدرمن اینا هم داره. Mercy. ببینیم چیه گیم بعدی چیه. نگو که ریمنه. نگو که ریمن رو دیدم الان. Added a strobe light too. So now you're چی شد؟ دست همون عرفان خود رفت یه جا دیگه. Yet from ببینیم چیه گیم بعدی. این که فایتینگه بود نمیدونم اسمش چیه. گیم بعدی خود ریمنه. به خدا ریمنه. ریمستره یا بازی جدیده؟ من با این بازی خیلی خاطره دارم. شرط مندم ریمنه. ریمن گفتم. شبیه بازی قدیمیشه ولی Your heroics will no doubt be the stuff of tales twice told یادش throughout the بخیر. Glade of Dreams. Come feed my ox. calming biscuits? But oh, بازی ریمن جدیده بچه ها. نایس. Follow من me. خیلی خاطره دارم با ریمن. The Glade of Dreams is in grave danger. یه گیم جدید ریمنه مطمئنم. اینا توش نبود تا جایی که من یادمه. Time I made my mark. it's 4 against 1. You don't stand a chance. Maybe he stands a little bit of a chance. Globox to the rescue. آخ یادش بخیر. There's a milk gun. Kick size. همون ریمن نوستالژیکه دیگه. اگه بازی کرده باشه دقیقا همونه. حالا فیوچرهای جدید چطورش اضافه شده باشه اینا. سگ تو روح یوتیوب. Added a strobe light too. So now you're basically وای دوباره دستم خورد اونجا. 1. You don't stand a chance. ببخشید اوکی. Maybe he's ریمنه دیگه. برو بریم گیم بعدیتون چیه؟ که گیم بعدی یه تریپی. چه گیمیه این گیم تریپی ها. چیه؟ غذا باید درست کنی؟ بود؟ نیستم اینا رو. برو بعدی. این چه گیمیه؟ اوه واو. این چه گیمیه؟ نه واری چلا. اوکی سبک نینجا گایدن توریه ولی یه ذره المن‌های حالت آرکید توری و اینا بهش اضافه شده. باریکلا. فکر کنم با دوستاتون هم میتونی پلی بدی اینو. به نظرم میگی نه. آره اینا کوآپ میتونید تا 3 نفر بازی کنید با هم. بابا باریکلا. این سال گیمه دیگه بچه‌ها. این سال گیمه. اوه پاس تو ببین.
چی؟ کیمور گیم جدیدیه بنازم. این همه پلی استیشن میاد. Hi everyone. سلام. 久しぶりです。安心の中村郁美です。برو حالا ببینیم چی میگی. اوکی داره راجع به گیمشون صحبت میکنه. به نظرم گیم خفنی میاد بچه. اینم حتما میتونیم یه نیم نگاهی بهش بندازیم بعداً. 落としていきます。パカ برو ببینیم بازی بعدی چیه. اوه توم ریدر لگاسی آف. او بچه بازی جدید توم رایدر. بابا بنازم کیفیتو. سری های توم ریدر هم عرفان همیشه بازی کرده. دوست دارم اینو واقعا گیم قشنگ. یکی از اولین گیم های تریپل ای خفنی که حالا میشه اسمشو گذاشت بازی کردم همین توم ریدر بود. بابا این چه خوشگله. آمازون گیم استودیو چجوریه؟ یه دونه گیم جدیده کلا. ریمستره. بابا بنازم آخ جون دوست دارم. دوست می‌دارم توم ریدر. باریکالله. به این میگن بازی. شبیه فکر کنم یه ریمیک از بازی‌های قدیمیشه بچه‌ها. چون این لباسشو فقط تو سریای ریمیکش داشت. چقدر قشنگ ساختن کاراکترشو. باریکالله. او اژدها هم داره. آره همون گیم های اولیشه اینا حالت ریمیکش کردن. از دهن اژدها جا خالی دار. باریکالله. به به. نایس. دایناسور داریم. حیوانات وحشی داریم. با آدما نجنگید. فکر کنم بیشتر با حیوانات جنگید تا با آدما. آره لگاسی آف اتلانتیس. نایس. فوریه 2027 عرضه میشه. بنازم. گیم خفن بعدی چیه؟ So, what was your favorite from today? I liked the Alisol. اوه یه گیم خفنه دیگه. What did you like about it? He's big and loud. فکر کنم گیم دایناسوریه اینجوری باشه. اینو فکر کنم من یه تریلر قبل ازش دیده بودم خیلی سال پیش. اگه فکر میکنم همونه که من دیدم خیلی گیم خفنی باید باشه. آره پسر همونه. اسمش چی بود؟ وایلد لایف همینه. وایلد لایف. شرط می‌بندم باهاتون. آره قبلا یه دونه تریلر دیگه ازش دیده بودم قبلا. یه جای خونده بودم یا یه تریلر دیده بودم. دقیق یادم نیست ولی آره خودشه. سبک سروایوال داره. باید حالت در بری از دستشون و اینا. اولی شیت. وای دهنت سرویس یوتیوب. حالا انشالله هم عرفان وضعش خوب شد یوتیوب پریمیوم میگیره. اوکی کاراکترمون هم یه دختر خانومیه. نایس. نه اشتباه گفتم اسمش شد. اسمش The Lost Wild بود. من فکر کردم یه چیز دیگه است. اینم گیم خوبی بود. به دوباره زدم اینو. سک تو روح دم افام. ببخشید بچه‌ها من دستم میخوره اشتباهی جایی که نباید بخوره. اوکی The Lost Wild. نایس. گیم بعدی Oh my god. گیم جدید کپکامه؟ آره اسمشو نمیدونم من خیلی با اسم بدم ولی فکر میکنم گیم جدید کپکام باشه. فکر کنم. شاید هم یه چیز دیگه است نمیدونم. شاید هم یه DLC واسه یه گیم دیگه نمیدونم. اوه
وایب دارک سولز. آره همونه. فکر کنم همونه که نه نمیدونم چه گیمیه. فانتوم بلید. وات گیمو دیدی؟ Back in early 2023, S-Game first showed gameplay. Next, Nice. Phantom Story Deep Blade Dive بود. coming later this summer. Phantom Blade Zero. Next, let's head over to the sandworm-infested sands of Arrakis. You can fully immerse yourself in the world of Dune. Unravel a cinematic story filled with mystery and intrigue, featuring من این فیلمو دیدم خیلی فیلمش قشنگه. این گیمش هم شنیدم ترکونده. نمیدونم این ادامه همونه یا یه گیم جدیده. اینم گیم خیلی خوبیه بچه‌ها. Arrakis. And learn to survive and thrive by unlocking the secrets of the Fremen. اگه که گیمش بر اساس فیلمش باشه و خیلی خفن باشه. این اومده آلردی بیرون. گیمش هست بیرون. میتونی بیس بسازی و نمیدونم داستانشو بری و اینا. اینم خیلی گیم خفنیه. دون. فیلمشو ببینید حتما. 1 و 2 داره. خیلی قشنگه. اینم چهریه که عمو عرفان حالا اوردر داده. بذار ببینیم همونه. نه اینم نی. Uninspired, or just plain drained. آره عمو عرفان یه چیزی مثل این. حالا این مدلش نه که خیلی فنسیه ولی یه چیزی مثل همین سفارش. اوکی. اینم داره میاد واسه PS5. Dynasty Warrior. این گیم ها رو من بچه بودم میزدم. الان دیگه زیاد تو مودشون نیستم. اوکی برو بریم جلو ببینیم گیم خفنه بعدی که بهمون میدن چیست. بچه خودتون میتونید همیشه ببینید. من فقط میخوام اون گیم‌ها که خفنه رو بذاریم ببینیم. اوه این چی بود؟ From the award-winning studio behind the Ori series comes a bold new vision for action RPGs. No Rest for the Wicked is a brutal Souls-like built around skill, consequence, and precision combat. Step into a living hand-painted world you can explore alone or share with friends in your own persistent realm. میتونی با دوستاتم بازی کنی. شبیه دارک سولز ولی یه جورایی از بالاه. The highly anticipated full 1.0 release expands everything. باریکلا. فکر کنم آلردی اومده. A deep class and progression system. باریکلا. نمیدونم این گیم اومده یا میخواد بیاد یا فکر کنم داره واسه PS5 میاد ولی عجب گیم خفنی. اینا بریم بچه‌ها. اسمش چیه؟ No Rest for the Wicked No launches Rest on for the PS5 Wicked. this October. اوکی پس and is اومده. available to wishlist now. Up next, let's check in with Capcom for an update on Onimusha: Way of the Sword. اونیموشا این همون گیم کپکامه که گفتم بچه‌ها. نایس. این بیسیکلی چوسی نباشه همون رزیدنت ایویله ولی با شمشیر و سامورایی. اوه مای گاد کپکام امسال پخت و پزی کرده. شما That castle on the mountain. کیفیتو Musashi, I sense Genma. آره دیگه یه جورایی مثل حالت No ordinary Genma can move like موجودات غیر ارگانیک و زامبی و ایناست دیگه ولی سبک سامورایی. عجب گیمی. کثافت. Miyamoto Musashi, the fool who seeks strength yet rejects the power of the Imagine being able to build anything just by thinking about it. Meet Base 44. چیزی نبود. Witness my might. If you live by the کپکام امسال fighting is everything. چیه هیولا میشن زامبی میشن. So you've lost. Will you swap the sword for a trowel? Like hell I will. No. کپکام امسال خیلی پخت و پز کرد. Are you going to start taking human souls? If human souls are what it takes. Musashi, if that's the path he walks, I will follow. I've chosen to trust Musashi's judgment in all matters. میساشی اسم کرکترمونه. Give me every ounce of power that you have. In Holy shit. Then get going, Onimusha. اونیموشا.
بابا وقت نمی‌کنیم اینا رو بازی کنیم. همه گیم‌های خفن داره سپتامبر میاد. هولی شیت اونیموشا وی آف د سورد پشمامز. فکر می‌کنم سینگل پلیر باشه. اونیموشا خفن بود. But you won't have to wait long to try it yourself. Here's one more update from the Onimusha team. اوه چی شد؟ چقدر اوه فکر کنم اینا رو میکشی بعد روحشون رو میگیری اگه اشتباه نکنم. اوه مای گاد حاجی شبیه سکیروه ولی ایول می دموش هست میتونیم بازی کنیم. نایس بچه دموش هست میتونم واسهتون ویدیو بذارم. hell yeah. یا اول فزین چی بود؟ اما عرفان زیاد طرفدار گیم‌های ترسناک نیست ولی خب با شما که بازی میکنه واسه شما میذاره کیف میکنه. این چه گیمی بود؟ گیم ترسناک بود 100%. Captured on PS5 Pro. Hey! Who's there? Silent Hill? Question mark? شبیه Silent Hill? Vibe Silent Hill? Where did you go, Simon? پسر چقدر گیم میاد و چقدر عمو عرفان وقت نداره بازی کنه همشو. کاش 10 سال جوان‌تر بودم و این ستاپو داشتم الان. حاجی خب پازل داره گیم. وایب سایلنت هیل داره بمیده. نمیدونم چه گیمیه. Zoe? دنبال زوییم. I'm sorry. Zoe? او زویی شد مویی. او مای گاد. چوسی نباشه. او مای گاد. اوه حواسشو باید پرت کنی. نمیتونی باشون زیاد درگیر شی. باید فرار کنی یه جورایی قایم شی. پشمام طرفدارای گیم های ترسناک خوششون میاد 100% از این گیم. اسم گیم چیه؟ چی؟ For the truth behind the scene. Silent Hill. گفتم Silent Hillه. چی؟ Silent Hill. تانفا؟ نمیدونم چیه. اون قرمز رو درست نمیتونم بخورم و که خوب اومده. بخونم سپتامبر 2024 کنامی. پسر خیلی داره گیم میاد. همه گیم‌ها رو گذاشتن سپتامبر. یه جوری دارن تنظیم میکنن که قبل از GTA بیان که قول GTA داره میاد نخوان به هم دیگه همچین برخورد کنن، چون این گیم‌ها میاد یه جورایی زیر پرچم GTA اصلا جمع میشه. ولی پسر برگام. اوکی برو بریم ویدیوی بعدی. گیم بعدی ببینیم چی واسمون پخت و پس کرده. بچه‌ها من جایی ندیدم چه گیم‌های پخت و پس شده. یعنی این چیزی که دارم میبینم همین الان با شما دارم میبینم. امیدوارم یه گیمی که تو ذهنمه امیدوارم اون بیاد. ببینیم چیه. گیم استراتژیک جنگی. اوکی. گیم هواپیمایی جنگی. شاید نمیدونم. اما عرفان زیاد خوشش نمیاد از این گیم ها. ولی حتی اگه یه نفرم از اما عرفان بخواد این گیم واسش بذاره میذارم. یعنی اینجوری نیست که خوشم نیاد نذارم. بچه‌ها دوست داشته باشن میذارن. حالت فایتینگ اینا داره دیگه. این گیم ها رو زیاد نیستم ببخشید اسکیپ میکن. What the fuck یوتیوب. بچه تبلیغ یوتیوب رو نگاه کنه چیه این داره چیکار.
چی بودی من دیدم تبلیغ یوتیوب اینا سگ تو رو خیلی بد یهو اومد تو صورتم 2 روز دیگه 2 روز دیگه تبلیغ سایت خاک بر سری هم میکنن این احمقا چی بودی؟ این چیز مرسه چی میگه؟ من خوشم نمیاد از این ژانر گیم ولی خب مطمئنم بچهای زیادی هستن که دوست دارن. اوکی. ایس چی بود اسمش؟ ایس کامبت ندام چی؟ ایس کامبت زیرو. بعد گیم با کیفیتی باشه چون گیم های ژاپنیه دیگه. حالا ببینیم. او داشتم سیبر فورزا نه فورزا که نه فورزا چه گیمیه؟ واسه بچهای ریسینگ باز این چه گیمیه؟ او زد هیچ چیزی مثل این مراسم ها نمیتونه منو خوشحال کنه. گیمو نگاه کن، حالا شاید هم نتونم وقت کنم بازیش کنم ولی خدای گیمو ببین چیکار میکنه. اوه این فکر نمیکنم فورزا باشه. چیه؟ از این هست که من یه فیلمی یه بار دیدم این شکلی شبیه این. چی؟ این یارو کچله هم توش بود، اسم فیلمو یادم نی. شبیه ماشین هست تو جی تی ای که پرواز میکنه. چه گیمی بودین؟ به خود شبیه این گیم چیز هست که تو جی تی ای هست، اسمشو نمیدونم. استانتمن هالیوود شبیه ساز چه این کارا تو سینما انجام میدن؟ چه گیمیه این؟ بدلکاری استانتمن هالیوود ها؟ بد نیست، سرگرم کننده به نظر میومد. شبیه اینا که استانت فکر کنم همون بدلکاری میشه، مرد بدلکار هالیوودی هم چیزی. بد نبود، بدک نبود. اوکی برو بریم بعدی. اونی که من میخوام به من نشون بده گاداوار رو نشون بده. من میدونم گاداوار اومده بیرون. این چه نه؟ اوه گیم دیگه، گیم ترسناک. بله یک گیم ترسناک دیگه. اون اولیه سایلنت هیل بود. این چیه دیگه؟ اوه این یه ذره اکشنش بیشتره. نایس. تفنگم سر کیفیتو. ایل اینو شنیده بودم اسمشو. ایل holy. You're tough. Surprisingly lively for someone who just came out of a coma. If you want to survive, اینو کن لخته نشسته بود. اوه خار مادر سروایوال ترسناک که تفنگم داره. پشمام. قشنگه. اوه فکر کنم اسم گیم ایله اگه اشتباه نکنم. اوه مای اوه پشمام. بعد این چی بود من دیدم؟ اما عرفان از این بازی ها بکنه شب خوابش نمیبره که. 2027 میاد. Good luck. ایل میدونستم. ایل کی میاد بیرون؟ خب گیم ایل نمیدونیم کی میاد بیرون ولی به زودی همشون امسال میان احتمال. نه 2027 نوشته بود. گیم بعدی Captured on PS5 Pro. سونی پخته ها، یه جوری پخته که اصلا موزیک آشنایی داره. موزیک آشنایی داشت واسه همون عرفان.
earthquake. بچه‌ها من دارم یخ میزنم. ببخشید استاپ شد. میگم من دارم یخ میزنم. برم AC یه ذره کم کنم چوسی نباشه الان میام. که ببخشید بچه‌ها اومدم. نشیمنگاه هم داشت یخ میزد. یعنی تو یکی نیست به این داداش ما بگه تو که داری میری بیرون چرا اینو روشن میذاری؟ میدونیم از سرمایه. اوکی همه چی آروم است. ببینیم گیم بعدی چیست. سگ تو روحه. از تو کجاش انداخت بیرون؟ تبلیغات یوتیوب. Falling off a desk. یه گیم ترسناک دیگه ببینیم این چیه. این دیگه چیه؟ What they put you through. You never had a chance. Oh. 2 days Okay. before the lockdown fell, an uncategorized resonance appeared in Manhattan. As things stand right now, Dylan, you're our only shot at survival. یه سری قدرت‌هایی داره شاید این آقا. تنها شانسمون واسه بقا تویی هم چیزی بهش گفت. خب You are not FBC. You're not even fucking human. The FBC locked me in that cell for years and forgot about me. FBC اسم همینجا که It was a way out. People can change. The past doesn't matter. وایب کنترل بهم میده. گیم کنترل اگه بازی کرده باشید وایب اونو داره. سوم شخص هم هست. جالب به نظر میاد. شاید آره کنترل اینها. Who are you today? کنترل میدونستم. کنترل رزوننت کی میای؟ سپتامبر. داداش گیم ها سپتامبر 24 25 26 یعنی چی آخه؟ بیا عرفان عصبانی کرد دوباره دستش خود رون دکمه که نباید بخوره. خب گیم بعدی ماراتونه. سگ تو روح ماراتون. ماراتون خوشم نمیاد. حالا ممکنه یکی بیاد به من هیت بده و اینا ولی من ماراتون رو دوست ندارم. احتمالاً فصل 2 ماراتونه. من از این گیم زیاد خوشم نمیاد چون به خاطر این دستینی تو برداشت. آره دیگه بانجی ماراتونه. به خاطر این گیم دستینی تو یه جورایی سروراش هم شاتداون شد دیگه. آخرین آپدیتش همین آخر جون همین ماه. دستینی تو واقعا خیلی از این بهتر بود. چی این گیم آخه؟ ماراتون چرت و پرت. من خوشم نمیاد. امتحانش نکردم ولی خوشم نمیاد هر چی که هست. اصلا دستینی واسه من جایگاهی من با دستینی بزرگ شدم. دستینی 2 یکش هم همین. نمیزنم جلو چون خوشم نمیاد و میدونم چه بازیه. اینا ماراتون نیو سیزن. برو گم شو. The dangerous and cutthroat world of Marathon expansion trial. ماراتون. برو بابا. خوشم نمیاد. Dragon Wilds is an open world survival game where you rise from survivor to dragon slayer. خب گیم های بعدیه. اجدها کشی. گیم های بزرگ رو نشون بده. من گیم های کوچولو رو نمیخوام. Colorful enemies with musical instruments in Guitar Man, one of the most stylish rhythm games from the PS2 era. یادش بخیر. اینم میاد ریمسترشه. Mindgate Conspiracy joins the classics catalog. This PS2 action adventure mixes run and gun gameplay with psychic powers. اینم یادم میاد یه چیزایی ازش. فکر کنم اونم بازی کرده بود. این چه گیمیه؟ اینا گیم های کلاسیکه که داره میاد. And finally, Onimusha Dawn of Dreams, a Capcom classic from 2006, launches later this year in August. گیم کلاسیک داره میاد. باحاله با اینکه مال 2006ه. حد دوست دارم فرصت داشتم همه این گیم ها رو بازی میکردم ولی ندارم. آنیموشا مثل همون آنیموشا. اونم آنیموشا بود جدیده که داره میاد. شاید یه جورایی ادامه اونه یا یه جورایی تو همون دنیا هست. گیم بعدی لطفاً خیلی گیم بزرگی باشه. Akashima Island, haunted by dark stories. Our goal
confront the evil, corrupting paradise. This is Dead True International. این چه گیمیه؟ خب از این گیم های فمینیستیه. Let's get a photo together. Over! Rotated on that one. A for effort, dude. وایب دد آیلند داره بهم میده. Does no one know this guy? This is how villains are made. خب Oh, you two haven't met yet, right? Sebastian, I'll be looking out for you. چه گیمیه؟ Did you hear that? خب Knight, are you out there? ها؟ We gotta go. اوه Right! I have a bad feeling. Let's get rid of it. Grip it tight. اینو فکر کنم توی جزیره گیر افتادن. اوه اموار فرض گیم خوشش میاد. این چه گیمیه؟ پوش لوک جامپ الون. از این گیم های تصمیمیه. اوه پاش Can you do what needs to be? شاید زنده میمون اگه کلش نمیداد اون احمق. Until down it دو پسر من گیم رو دوست دارم. من رو پلی استیشن یکشو بازی کردم. Everyone can leave, everyone can die. Oh my god. یعنی از این گیم هایی که یه 500 تا پایان مختلف داره بر اساس تصمیماتی که میگیرید و عجب گیمی. احتمالا اینم پلیش بدم. تا اینجای کار پخت و پز خوب بوده. برو ببینیم بعدش چیه. Until Dawn 2 تو یکش حالت کلبه بود و دوستا رفته بودن توی کلبه و اتفاقات خیلی بدی براشون افتاد. اینجا فکر کنم ظاهرا قاتلا میان سراغشون و اینا. Something special. Brand new title debuting with more than 20 minutes of uninterrupted gameplay. So turn up the volume, sit back and enjoy. 20 دقیقه گیم پلی اسپیشال هم هست. چی میتونه باشه؟ آلردی اینام زد بیرون. این موهای سیخ شدم. چوسی نباشه گوس بام شدم. قول این خارجی ها خودشه. پاشم داد بزنم کسی هم خونه نیست راحت میتونم پاشم داد بزنم. پاشم داد بزنم. بودو گاراوار بودو صدا فی داره میخونه. گاراواره. شرط میبندم. گاراوار یالا سانتا مونیکا. گاراوار جدید. یس همینو میخوایم. اشک شوق. من عاشق گاراوارم. بچگی بازی میکردم تا همین الان. خیلی خوبه این گیم. فی داره میخونه. Find your way home. داداچم گاراوار. You are free. آجی شبمو ساخت روزمو ساخت. اوه این اول چیزشه. گاراوار 2018 question mark. آره یکشه. اول فیلمه. چه بهترین اوپنینگ بود که واسه یه بازی میشد دید. یعنی خیلی قشنگ بود. صدا میاره. عمو عرفان احساساتی از خودش شده. احساسات از خودش دربکه. چرا داره اینو نشون میده؟ این اونجاست که اول بازی 2018 اول اون گاداوار است که میسوزونه فیو. بعدم درخت رو میبره و دیگه خودتون دیدید احتمال زیاد. اسپویل نمی کنم شاید بعضی از دوستان بازی نکرده باشن. ولی چرا داره اونو نشون میده؟ وای گاداوار هنوز باورم نمیشه. روح فیه؟ فریا یا فی بود اسمش. اشتباه نگم اسمشو زایشم. زن کریتوس.
کجا داره میره؟ شیطونه میگه بگیرم ها. چیه تبلیغا؟ بیا برو بابا پکاره. ای خودشه زن کریتوسه. هیچ وقت دیده بودیمش تو اون آره دیده بودیمش توی رگناروک میبینیمش ولی یادم نمیاد قیافشو زیاد. نیو گیم. او مای گاد. گاراوار جدید. آخ چقدرم خوشگل بوده این. چی شد؟ الان مردیم ما ولی چی شد؟ بیدار شد یه جایی بیدار شد. کجاه؟ نمیدونیم کجاه. پخت و پزی کرده سونی. بابا بنازم. آفرین. این چیه؟ یه چیز کف دستشه. یه چیزی کف دستشه. آخ این چه نه؟ نگو که با این بازی میکنیم کل گیمو. پشمامز. با زن کریتوس بازی میکنیم. یعنی کرکترش منظورمه. اصلا نمیدونم چی بگم. ببینیم خودمون ببینیم بچه ها. همه با هم ببینیم. من هیچی نمیگم ولی بعد با این بازی کنیم. اینه کرکتر اصلی این بازی. یه جای شایعه‌شو شنیده بودم پس واقعیته. بابا بنازم. همین الان یه سری پیدا میشن کریتوس تو این گیم نیست. او میگه آلفایم نیست. کجاه؟ نمیدونه کجاه. کجا اومد؟ با زن کریتوس زن تو دارم باش بازی میکنم به عنوان کرکتر گیم. کجاییم ما؟ ای بای. او شیت. R2 رو بزن. داریم گیم پلی رو میبینیم یعنی خود گیم پلی همینه. من نمیدونستم فی اینقدر خوشگله. اوکی چوستی نباشه اسپیچلس هم. اوه نمیتونه از قدرتش استفاده کنه. چوستی نباشه همون عرفان اسپیچلسه. بابا ریدم تو یوتیوب با تبلیغاتش. شوخی کردم. برو میگه اونقدر نباید سخت بود. میدونیم که این قبلا با اون تبر خفنه لباتاین عکس اگه اشتباه نکنم با اون میجنگیده. گیم پلی رو ببین. کی میاد؟ سپتامبر 2026 حالا میگه. باور کن نگاه کن حالا میگه سپتامبر دوباره. اوه لباسشو میپوشه الان. گفت آرمر. هولی مولی. این چشه؟ این چه با مزن؟ سگه؟ این سگ این دنیا مثل هاپو میمونه. اوکی لباس ها هم پوشید و آرمورش هم پوشید و این مرد بیدار شد. یعنی داره همزمان با اتفاقات چیز اتفاق میفته. God of War 2018 داره با اون اتفاق میفته. میخوام این گیمو میخوام. « 20 دقیقه است گفت 20 دقیقه گیم پلیه. یعنی 20 دقیقه اول بازیه. خب من نمیخوام اسپول شه واسم. میخوام بعدا خودم بیام بازی کنم. یعنی چی؟ من نمیخوام اسپول شه. برو جلو ببینم. کجاییم ما؟ اوه
گرفتنش یه جاییه. ای شمشیر شکست. این یه جایی بیدار شد ولی من حس میکنم توی دنیای چیز نیست، توی رلمای آزگارد و نمیدونم گریس متالوژی نیست به قول خودمون، این یه جا دیگه است. هر جا هست این دوتا رئیسن اونجا. خب این چیه؟ این یاد چی میندازه شما رو؟ یاد مایکو الان به فاچی داده بود. چیزه ایجیپته، شک نکنید. اما عرفان هول شده 100% توی ایجیپته، یعنی همون چیز چوسی نباشه مصر، خداهای مصری و خداهای مصر باستان و اینا. مومیایی بود دیگه اون بالا. این قدرتش هم نمیتونه استفاده کنه زیاد. اینا چیه؟ اینا یه سری جونورای افسانه‌ای دارن میگیرن. نکنه یه چیزی گذاشت توش. آخه زندانیش کرد. بعضیش سگران اون چیزی که با من بوده انداختش تو آتیش. اون جونوره یه بچه. اینا کیان؟ میشناستش؟ از قدرتش تونسته استفاده کنه. قدرت فیو نمیدونیم چیه. اینم یه خداه دیگه. این اینقدر قوی بوده که تونسته تو روزای پرایمش با تور بجنگه. اگه گاد آف وار 2000 رو ندوم رگنار رو بازی کرده باشید میبینید تو اونجا، میفهمیده. آجی پشمام. آره اینا ایچه نه. سه تا چش داره یارو. این چیه؟ یه جای رفت، یه جای دیگه است اینجا. فکر کنم اینجا مرده ها که مثلا از جاهای مختلف میمیرن میان اینجا، اینا میان جمعش رو میکنن، با ارزشاشون رو برمیدارن، اوناشون که به درد نمیخوره رو میکشن. کله سربازا هم میچرخه. اومد رئیسش اومد. زنه؟ آره اینا زن شوهر. اون یارو کلش رو آتیش. این چیه؟ بابا چیز چیز داره شبیه خداهای مصریه. دستشو گرفته. این چیه تو دستش؟ این هرچی هست باید بشه نذاره این قدرتشو کامل استفاده کنه. در آورد. چی بود این؟ چی؟ چی؟ من فکر کنم خداها که میمیرن میان اینجا. میگه این مهمه؟ این یکی مهمه؟ کریتوس بفهمه اینو زدی پارت میکنه. مهم نیست چی هستی، جرد میده. گفت یه بار دیگه منو بزن تا وقت تبلیغ نشون نده. گفت یه بار دیگه دستم بزن وقت پارت میکنم. گادی؟ بهش چی گفت؟ گادی یا نفهم. یکی دیگه هم زدش. میگه دروازه بسته شده نمیتونی بری. کجا اینجا؟ نزن. میخواست بزنتش. این نزاش. این هر کی هست نزاش. این 100% خدای مصریه. یه مار هم رو سرش، یکم پایین شکمش. Resisting the truth will only make this more pain. نکن. یکی اومد واسه شون. این کیه؟ رصد خونه بود. No, Betsy. I will handle that problem. گفت اون مشکل من حل میکنم، تو این مشکل حل.
او میگه با پت جدیدمون شما دیل کن، من میرم اون مشکل رو من حل میکنم. چی؟ اوه این چیه؟ هولی مولی، پشمام. انداختش تو زندان. کجای اینجا؟ انداختش تو اینجا. وای یعنی چی میشه؟ کجای داستانش چیه این؟ یعنی برمیگرده پیش کریتوس و پسرش؟ این چه نه؟ چه باحاله. Fresh air. Oh, you're different. شمشیره رو. Talking. You know what? It doesn't matter. How do we get out of here? این چیه؟ Yeah, we've tried. There's no way out. And you're a talking sword. I'm not the sword. I'm the ribbons, obviously. And my name is Rue. The cube روبانای این شمشیره حرف میزنه. is Frank. I'm Faye. فی اسمش درست گفتم. چقدر خوشگله ولی این فی. داشتم کریتوس. You're not even all here. گفت چی؟ Way out, but you're not even all here. چی گفت؟ Way out, but you're not even all here. گفت دنبال راه خروجی ولی تو کاملا اینجا نیستی؟ یعنی نصفت اینجاه؟ این دنیای مردگان بود. اینا فکر کنم میان تو دنیای مردگان اینا رو میدزدن. You have to be dead to come through the gateway. It's like you're holding something back. This isn't working. میگه تو نمردی، زنده ای، هم چیزی گفت. چی میگه؟ حاجی من نمیخوام اسپول شه واسم. الان اینقدر خوشحالم آلردی این گیم عرضه شده که اصلا نمیدونم. نمیخوام ببینم. بذار ببینیم یه ذره جلوتر. 20 دقیقه گیم پلی اینه. شمشیر رو در او. او Okay. خب Take it. چی؟ پسر شمشیر رو. این شمشیر یه قدرت خاصی داره احتمالا. حرفم میزنه. او چیزه بود، حرکته بود که دکتر استرنج میزد. هولی شیت. خفه نشه همون ارفان. سلام اشمامز. گفت تو باید فرار کنی. اینه زدم دوباره. پسر کمبت رو ببین. فقط مبارزه رو ببین. گاد آف وار جدید با زن کریتوس. گیم پلی خدا. این مربع هم کمک میکنه. چی اسمش نمیدونم. اینا رو نمیخوام اسپول شه، بعدن میریم میبینیم. سر خیلی خفنه. نگاه کن یه قدرتی داره میزنه روحشون خارج میشه از این جسمشون. اوکی آزادش کردیم بچه رو. I got a promise to keep. Fine, but lady, that sword, it's more than you think it is. بهش گفت اون شمشیرو یه چیزی بیشتر از اون چیزیه که فکر میکنی. مای لورد چستی نباشه. یارو اومدش. I will kill you.
اوه گفت آلردی گفتم اگه یه بار دیگه منو بزنی میکشمت. با فی بازی میکنیم این گیم. امیدوارم کل تا آخر گیم با همین فی باشیم. حالا شاید هم بعدش کریتوس بهمون جوین کنه و این حرفا، ولی میدونیم که فی یه فایتره، یه چیز الکی نیست. نگاه کنید چیکار داره میکنه. حالا البته یارو خیلی غوله ولی قدرتش نمیدونم چیه. یه اون مربع هم میزنه. گفت نمیدونی اون شمشیره چیه. این شمشیره داستانی داره. اینا از شمشیرو میترسن. اینا گفت چرا از شمشیر میترسی؟ من از هیچی نمیترسم. غلط کردی، از شمشیر ترسیدی. اوه پسر شمشیره چقدر گیم پلی خفنی داره. حالا تاریخ عرضه سپتامبر. اوه اون یارو هم قویه ها. بزن گرش بده ها. نایس. خلایق کریتوس اینجا بود. چیز عجیبی نیست اگه برگرده به زندگی فی، چون ما چند بار دیدیم خود کریتوس از دست مرگ در رفته. سر گیمو ببین. وای اومد براش. بزن تمومش کن. موزیکو ببین. آردو شمشیرو رو بردار بکن قاچه کنش. ابسولوت سینما. خار و مادر گیم. چی گاراوار لافی گاراوار لافی کی میاد؟ پشمام. با فی بازی میکنیم. چه گیمی. برو عقب. حاجی چه مراسم خفنی بود. گیم های خفنی که میاد. یه بار دیگه ببینیم. وولورین رو داریم. گاراوار لافی نمیدونیم که میاد. هنوز در حال عرضه چی میگن، در حال توسعه است، دیولپمنت و این حرفا. توکن چی مارول توکن ندون به فایتینگ گیم است که راجع به مارول. نایت فال احتمالاً یه سیزنی چه میدونم DLC چیزی واسه ماراتون گیم. ماراتون گیم تخمیه. من خوشم نمیاد چون من عاشق دستینی بودم، به خاطر این گیم خراب شد. حالا کار نداریم. آنتیل داون 2 داره میاد سال 2027. کنترل داره میاد احتمالاً یه جورایی مرتبط با بازی کنترل. توم ریدر داره 2027 میاد. گیمایی که من خیلی واسهشون هایپم. وولورین، لافی، گاراوار، همشون جز این آشغال و این دوتا رو نیستمشون. ولی چه مراسمی بود پسر، بنازم. خب ببینیم بعدش چیز دیگه هم هست. سایلنت هیل هم خوب بود. هی یه گیم دیگه هم داشت میومد. سر تموم شد. چه گیمایی بود. او مای گاد اگه چوسی نباشه. چی بود این؟ اینا چیز خاصی نبود. اینا دیگه فکر کنم تموم شد مراسم. نه هنوز لایو هن؟ نه دیگه لایو نیستن. تموم شد بچه. عجب مراسمی. دارم صبح که پا میشید. ولی چقدر قشنگه. چه چهره همچین خوبی داره. یعنی فقط یه گادس اینجوری میتونست کریتوس رو همچین به خودش بیاره و یه ذره آدمش کنه. امیدوارم که دوست داشته باشید این داستانو. صبح پا میشید ببینید. توی این اینستا میذارم ایناشو. خیلی مخلصتونم. انشالله گیماش بیاد و عرفان زنده باشه و سالم باشه و شما هم خوشحال و سالم و زنده و
پر انرژی باشید، با هم دیگه بشینیم اینا رو بریم گیم پلیشو بذاریم عشق کنیم. خیلی دوستتون دارم، مرسی که ویدیو رو دیدید، خدا نگهدار.